توی این ویدیو قراره یه درفت بریم، اما با یه چالش که داخل ادامه ویدیو بهتون میگم. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. خب چالش ما از این قراره که توی این درفت ما هر پیک که باز میکنیم باید از چت جی پی تی بپرسیم که یه عدد از 1 تا 5 بهمون بگه و هر عددی که اون گفت ما همون بازیکن توی پیک برمی‌داریم و اینکه 3 تا حق وتو داریم. بریم که درفت رو شروع بکنیم. ترکیبا هم که اومدن 4 3 3 اتک 4 2 2 3 4 1 2 3 1 4 2 و 4 1 2 1 2. واید به نظرم بهتر از همشون همین 4 2 2. همین رو برمی‌داریم سراغ کاپیتان تیم، ببینیم که چی بهمون میده که چیز خاص خوبی بهمون نداد و بریم از چت جی پی تی بپرسیم ببینیم که کدوم رو باید برداریم و از 1 تا بعد ببینیم چه عددی بهمون میگه که 3 رو گفت محمد صلاح و خوبه. حساب 7 مرتبه رفتش، اشکالی نداریم. سراغ استی اول. توی استی خیلی بد داد، نمیخواست اصلا از چت جی پی تی بپرسیم و خودمون همین استی رو برمی‌داریم چون فرقی نداشت زیاد. استی بعدی ببینیم. توی این استی که به خولیان آلوارز کارتش کارت واقعا خوبیه، حتی میتونید از حقتون هم استفاده بکنیم. ولی اول ببینیم چت جی پی تی چی میگه. 5 ما از حقتون نظرم استفاده کنیم، این کارت واقعا خوبیه و برش میاریم. ما دو تقاطع دیگه بیشتر نداریم. بریم سراغ CAM تیم. CAM به پیلو زیدان فوق‌العاده است. ببینیم این دفعه چت جی پی تی چی میگه. امیدوارم یکی از این دوتا رو بگه که به زیدان رو گفت. خوب از حقیقتون رو استفاده نمی‌کنیم ولی میتونیم پدرم رو برداریم، ولی نمیاد چون زیدان هم کارتش کارت خیلی خوبی هستش. CAM بعدی ببینیم اینجا چی بهمون میده که چه کارت قشنگی داره این آبدی پله. و ببینیم چت جی پی تی چی بهمون میگه. اونم 4 رو بده و 4 به امیدوارم بده و همون هم داد. میریم که سی ام آبدی پله رو برداریم. بریم سراغ سی دی ام تیم. یه رودیر توتی هم اینجا بهمون بده که کار جمع میشه که نداد و جاز خوبم نداد کلن. ببینیم چت جی پی تی کدوم میگه و یک رو برمی داریم. سی دی ام بعدی ببینیم اینجا چی بهمون میده که به کامبینگا کارتش کارت خوبی و امیدوارم که همین رو بگه چت جی پی تی. و 3 رو گفت انگولو کانته رو برمی داریم. بریم سراغ دروازه‌بان. ببینیم دروازه‌بان چی بهمون قراره که بده و که زیادم خوب نداد و این که از چت جی پی تی بپرسیم. و 5 بدترینشون دقیقا گفت و ما همین 5 رو برمی داریم. و رزرو دروازه‌بان اینجا چی بهمون میده که افتضاح داد و اینم بپرسیم و خیلی ولی بد داد و فرقی هم نداره. دورم ما برمیداریم. هوگو لوریس چقدر لوریس پایین اومده. اون سراغ رزروا ببینیم که اینجا چی بهمون میده. یه استی خوب میخوایم انصافا. به دل پیرو کارتش خوبه. پیک فوردم میتونیم مثل درزان برداریم و باید ببینیم چت جی پی تی کدوم میگم که از این دوتا رو بگه و 4 رو گفت. روی کاسته واسه سی ام اصلا به درونم نمیخوره ولی بعدش میداریم. سی ام بعدی یه استی خوب بهمون بده که نداد و بریم از چت جی پی تی بازم بپرسیم و عدد 1 آربیه و فعلا که به دردم حکم بخوره. پیک بعدی اینجا هم که خوب زیاد نداد، فعلا زیاد خوب نمیده مثل اینکه و ما فعلا منتظر بمونیم. و 3 سامبا دروازه‌بان هم هستش و همین رو برداشتیم. پیک بعدی ببینیم اینجا چی بهمون میده که افتضاح بازم داد و هیچ کنشون هم به دردمون نظرم نمیخوره و عدد 5 هم ما برداشتیم. و پیک بعدی یه استی خوب بده دیگه اینجا انصافا خوبه. دیناتالت و دانفریز هم خوبه. امیدوارم که از این دوتا رو ما بده چت جی پی تی که به 2 رو بهمون داد. دیناتالت رو در فعلا میتونیم استیم رو بازی بدیمش تا این بازیکن نظر اوضاع بهتر شد. بریم سراغ پیک بعدی. هافبک‌ها هم زیاد هافبک‌های قوی انصافا نیستن. سیام خیلی خوبی داریم و اینجا هم که بد نیست. امیدوارم برونو فرناندز بهمون بده. این کدومو میده که 4
بدترینش هاتسون-اودوی. برمیداریم پیک بعدی، ببینیم اینجا چی بهمون میده که اینجا خوب اون نداد و در همین یک بیفته پاتریک گوهرخو بهتر از همه شونه که به همین یکم افتاد. این سیدی فکر نکنم ولی بتونه بازی بکنه که چرا میتونه ولی کمیستری اصلا نمیده. یکی بعدی ببینیم اینجا چی بهمون میده که افتضاح داد، کلا زیاد خوب نداد جز همون اولای کار توی سی ام و سرم بهمون داد. امیدوارم توی دفاع حداقل دفاعی خوبی بهمون بده. بریم سراغ آربی تیم. اینجا ببینیم یه کارت خوب بهمون میده که افتضاح میده و اصلا از چجوری هم نمیپرسیم دیگه. البی تیم یه تو هرناندز اینجا بهمون بده کارمون جمع بشه که نداد. و اشلی کول گفتم حقیقتا هنوز ما داریم ولی هنوز اون کارت خوبی نیومده. بنازم اشلی کول برمیداریم 5 گفت و بریم سراغ سی بی تیم. یه سی بی خوب به ما بده که اوضاع خط دفاع بهترم بشه. اگه این پیکو باز بکنه که عالی میشه باز کرد. و به نازم کومن توتی کمپانی هم خوبه، اون دور رو بهمون بده و به دور رو داد. به نازم به چت جی پی تی حرفمون مثل این که میشنوه این چت جی پی تی. سی بی بعدی اینجا افتضاح میده دیگه از چت جی پی تی هم نمیپرسیم. الان اون دارم یه دونه آر بی اون بده هم تو یه دونه سی بی، چون آر بی سی اون خیلی ضعیفند. اولی رو میزنیم اینجا که بهمون افتضاح میده و فرقی نداره هر کندات داد چون همشون افتضاحن و همین آر بی رو ما برمیداریم. 4 بهمون گفت چت جی پی تی و پیک آخر یه سی بی خوب اینجا بهمون انصافا بیده که نمیده الان سی بی اون خیلی رو داشت خراب و کاری مقدار سخت میشه. یک همون گفت یک ما برمیداریم. ما بریم سراغ مربی تیم زیاد جالبی انصافا نشده و ببینیم مربی چی بهمون میده. اینم میگیم که چت جی پی تی دیگه برامون انتخاب بکنه و ببینیم که چه عددی رو میگه. 3 رو گفت. کمیستری هم فکر نکنم بده. چرا میده؟ نه کمیستری نمیده و بریم که ترکیب رو درست بکنیم و برگردیم. خب ترکیب هم شدش. این زیاد ترکیب تغییر خاصی نکرد، فقط سیدمون عوض شده آر بی و بقیه پستا همونن و تیم زیاد جالبی نیستش بجز خط حمله استیم و سیمون هم کمن بد نیستش و اینم که نیمکتمونه. ببینیم که این رفتار شروع بکنیم ببینیم چه رقیب برامون پیدا میکنه. خب رقیب اولنم پیدا شد. ببینیم که اوضاع تیمش چطوره و تیم‌ها بهتر یا اون ادرسون رودیگرش خیلی انسان خوب. آبدی پلو و گارینچا تیمش زیاد تیم خوبی نیست به نظرم. توی یه صد تیم 2 تا تیم یعنی که ببینیم بازی چند میشه و در آخر میتونیم بریم یا اینکه نه. پله میده به دیناتال آفساید هم نیستش. خود دیناتال و هم گل اول بالاخره گل بهش میزنیم و بازی میشه 1-0. حالا برای از خولیان آلوارز میریم واسه گل دوم و این ضربه و گل دوم به راحتی میزنیم و حتی دیناتاله بودش بازی شدش 2-0. دیناتاله برای زیدان باید بده به خود دیناتاله. حرکت خوب برای تیم ما. دیناتاله میده به زیدان خودش نفوذ کرده عالی هم داره کار میکنه میگیره دروازه‌بان ریواندشو خود آلوارز میزنه توی گل. ببینیم حریفمون لفت میده یا اینکه نه سیج عقب تیمش اونقدر تیم خوبی نیستش که بخواد باش بازی بکنه ولی مثل این که قرار نیست لفت بده و فعلا سیج عقبه. موقع خطرناک و خیلی بد دفاع کردیم و گل اوله انگلو کانته بهمون میزنه. با حرکت خوب از آبدی پله پا به توپ میریم واسه زدن گل. آبدی پله عالی کار میکنه و اینم گل 4. اینم گل 5 دیناتاله 4 گل تا الان زده و همه کار کرده انصافا. و دفاع خالیه. دفاع بعد خالی بود و یه گل دیگه ما میزنه دیناتاله و باز میشه 5-2 به نفع تیم ما و دقیقا هم که 67. به پاسکاری خوب خولیان آلوارز و اینم گل
شما بازی میشه 6-2. یه قشنگ از زیدان. خولیان آلوارز گل 7 در راه و این گل 7. بازی حالا میشه 7-2 و تمام بازی اول به راحتی 7-2 میبریم و بریم سراغ بازی بعدی. خب رقم دومونم پیدا شد، ببینیم که اوضاع تیمش چطوره. مارتینز، رودری، بلینگام، لیاو، دیروگو، واقعا تیمش قوی و ببینیم که جلوش چیکار میکنیم. یه حرکت خوب زیدان میریم واسه زدن گل اول. زیدان برای پله میریم واسه گل اول و این آدم آویدی پله هر طوری بود گل رو میزنه و بازی میشه 1-0. زدنه خوب برای تیم ما. حالا برای دیناتال حرکت قشنگ. دیناتال میریم واسه زدن گل دوم. خود دیناتال برای خولیان آلوارز دومی هم میزنیم و بازی میشه 2-0. سانتر خطرناک اونجا دیروگبا حالا بازی رو 2-1 میکنه. نفوذ خوب زیدان خولیان آلوارز که نه دیناتال. اینم گل سوم. حالا تو 12 دقیقه 4 گل زده میشه 3-1 به نفع تیم ما. دیدیه دروگبا، خود دروگبا همچنان. اینجا خیلی بد گل خوردیم، خیلی مفت گل خوردیم. بازی میشه 3-2. حرکت خوب، یه پاس تونغالی. دیناتاله تو به کورنر میره. بعد گل 4 بزنیم در اوضاع بهتر بشه. دیناتال خودش پاسو میده کومن و یه میلیون مارتینز نمیذاره گل رو بزنیم. موقعیت هستش همچنان. یه دور خوب بزن گل رو بنازم پاتری. اینم گل 4 بازی میشه 4-2. خود زیدان پا به توپ میده پاسش رو، خودش حرکت میکنه. پاس والی واسه زیدان میریم واسه گل بعدی. این پاس توی عمق نرسید به مقصد. یه اشتباهی عالی چه اشتباهی میکنه بین مارتینز و 5-2 حالا میشه بازی. حالا کومن میندازه واسه آبدی پله. حمله خوب سریع برای تیم ما. آبدی پله اونجا به راحت نفر ما باشه. چی گفتم و اینم گل 6. ضربه‌ای که دیناتال میزنه و بازی میشه 6-2 به نفع ما. کار حریف دیگه تموم شده است و انگاری باید لفت رو بده کم کم. یه تو ویرالی از پاتری میریم واسه ضد حمله سریع. یه پاس خوب میریم واسه گل. اونجا خولیان آلوارز به تو رسیده و اینم گل 7. یادم لفت رو باید طرف بده. توی نیمه 7 گل میخوره ولی همچنان میخواد بازی بکنه. نمیدونم دیگه دنبال چیه ولی فعلا داره بازی میکنه. نفر عالی جا میذاره برای زیدان برای خولیان آلوارز. این ضربه دیدنی از خولیان آلوارز و 8مین گلم میخورد. تو یه نیمه طرف 8 گل خورده همچنان داره بازی میکنه. یه پاس عالی خولیان آلوارز میریم واسه گل 9. فینس خولیان آلوارز 9-2. چه بلایی سر طرف داره میاد و حالا بازی شدش 9-2. یه حرکت خوب اشلی. خود اشلی طرف دیگه بازی کلم ول کرده ولی ما کل دوام حداقلش بزنیم یه همان دیوازش بزنیم چون که دیگه طرف خیلی تاکسیکه. 10 گل خورده و چون که لفته بازی رو ول میکنه. و بالاخره طرف لفته رو میده. نمیدونم هدفش از این کارا چیه ولی هر طور بود 11 باخت و لفته رو داد بریم سراغ سومین بازی. خب سومین رقمم پیدا شد. چقدر الاتحادی ما داریم ببینیم که تیمش چطوره. ویریل فنداکی توتی به جز ویریل فنداکی توتی بقیه تیمش خیلی داغونن و بریم آقایش چیکار میکنه. لوئیس فیگو با سرعت بالا. خود لوئیس فیگو اونجا به راحتی داره کار میکنه. موقعیت خطرناکه باید جلوشو بگیریم که نتونستیم و بازی خیلی راحت میشه 1-1. یا بعد آیتون بونواتی توتی هم داشت تو ترکیبش نبود و اینجا انگار تعویضی آورده. هم ویریل فنداک توتی رو دارم آیتون بونواتی و واقعا تیمش تیم
خوب کرواخال توتی هم داره این طرف. چرا اینا نداشته بود تو بازی؟ 3 تا توتی داره، مگه میشه واقعا؟ خیلی عجیبه که اینقدر توتی داره طرف و کار سختیه. زیدان پاس آلوارز، دینا تالاس خولیان میتونه گل مساوی بزنه. به نظرم خولیان آلوارزو عالی کار میکنه. این گل کانت پاس آلوارز، خولیان آلوارز میریم واسه گل دوم. خولیان آلوارز و گل دوم، وای چقدر بد زد. ضربه‌شو خولیان آلوارز نشد که گل دوم اونجا ما بزنیم. هنوز موقع برای تیم ما هست. حالا خولیان آلوارز این دفعه دومی رو میزنه. حالا باید میشه 2-1 به نفع تیم ما با دبل خولیان آلوارز. یه نفوذ از لوئیس فیگو، سرعت بالای لوئیس فیگو، خود لوئیس فیگو همچنان آیتان بونماتی. لوئیس فیگو اونجا خیلی خوب کار میکنه و دبل میکنه. البته دبل نکرده، بازی میشه 2-2 مساوی. دینا تاله میریم واسه گل سوم. بنازم به دینا تاله، بازی میشه 3-2 و بازم ما میافتیم جلو. این چه پنالتی آخر میدی، یه پنالتی خیلی مفت دادیم. گل مساوی اونجا لوئیس فیگو بهمون میزنه و بازی میشه 3-3. یه حرکت خوب از آبدی پله. حالا یه پاسکاری آفسایدی هم نیست و چه گلی میزنه تیم ما. بازی میشه 4-3. یا فرار از سون هیون مین، چقدر راحت گل بهمون زد و دروازه‌بان هم که افتضاح کار میکنه. بازی میشه 4-4 مساوی. موقعیت خطرناک خود سون هیون مین اونجا لوئیس فیگو، وای چه پنالتی مزخرفی بازم دادم. گلرم میخوریم و 5-4 میشه بازی. 2 تا پنالتی خیلی مسخره دادیم و دیگه فعلا 1 گل عقب بیافتیم. چه اشتباهی کرد، بزن گلو بهش بنازن. خیلی تاکسیک بود، چرا اینطوری نشون میده؟ صحنه‌های شادی گلو، حالا گل مساوی رو میزنیمش. وای چه گل مفتی، واقعا خیلی بد داریم گل میخوریم و اصلا گلای خوبی نمیخوریم، افتضاح داریم دفاع میکنیم. عالی کار میکنه اونجا پاتری، بزن گلو بنا زمین. پاتری خیلی خوب کار کرد. بازی میشه 6-6 مساوی. چقدر بازی ها پرگل بوده، 11 6-6 اصلا عجیب غریب. دینا تول بنازم به این گل. 7-6 میشه بازی. عالی کار کرد اونجا دینا تالو. بازی رو میکنیم 7-6. باید این گل رو حفظش کنیم و مفت گل دیگه این دفعه نخوریم. حرکت خوب خولیان آلوارز اونجا به راحتی ویریل فندایکو جا میذاره و اینم گل 8م. این دفعه دیگه ویریل فندایک توتی نتونست کاری مقاله خولیان آلوارز انجام بده و بازی میشه 8-6 به نفع تیم ما. حرکت خطرناک، باید حواسمون باشه. اونجا گل مفت بازم میخوریم و 8-7 میشه بازی. 90 بازی رو ول کنیم و اینقدر راحت گل بخوریم. موقعیت خطرناک، آخرین موقعیت بازی رو بنازم به این دفاع. دیگه کار تمومه و این تیم رو هم که خیلی نسبت تیمش خوب بود، 3 تا بازیکن توتی داشت و هر طوری بود 8-7 بردیم و بریم سراغ فینال. خب آخرین رقم هم پیدا شد، ببینیم میتونیم این بازی رو ببریم و قهرمان بشیم یا اینکه نه تیمش هم یه نگاه بندازیم. کورتوا خط دفاع تیمش تیم خوبی انسان. کرایوف ببینیم موقعش چیکار تیم بکنیم. کرایوف موقعیت خطرناک و یون کرایوف گل اول به ما میزنه. انصافا هم تیمش خوبه هم بازی شرفمون خیلی خوبه و کارمون واسه فینال خیلی سخته. ضربهشو میزن و بنازم به این کشته از کومن. بازی رو 1-1 مساوی میکنیم با کشته‌ای که کومن میزنه. یه پاس خوبه این سر اول اگه میتونست بزنه که عالی میشد، ولی نتونست. موقعیت خطرناکیه، ببینیم با این تو چی کار میکنن و
دومی رو بهمون زد، بازی میشه 2-1. یوهان کراروف خیلی کارتش کارت بدی و انصافا کار ما هم سخته، چون داریم با دفاعی 79 مقابل یوهان کراروف 96 دفاع میکنیم و واسه نمیشه بایی باز کنه 79 مقابل کراروفی که اوورشن 96 ما کار خاصی رو انجام بدیم. حالا خولیان آلوارز میتونیم یه گل جبران بکنیم، به نظرم به خولیان آلوارز بازی میشه 3-2. گل 4 هم به ما زد یوهان کرایف، بازی میشه 4-2. یوهان کرایف خود یوهان کرایف 5مین گل هم بهمون زده، بازی میشه 5-2. انصافا حریفمون هم خیلی تاکسیکه و اگه تیم هم قد تیمش بود به راحتی میتونستیم ببرن، شاید دفاعمون خیلی ضعیف اصلا یوهان کرایف حرکت میکنه دفاعمون خیلی راحت جا میمونه. بریم یه گل رو جبران بکنیم. خولیان آلوارز تو اونجا اجازه نمیده. یه به نظرم لفت بدیم بهتر، بازی شدش 6-2 نتونستیم فینال رو ببریم. کایسدو تیم طرف واقعا تیم خیلی بهتری نسبت ما بود و ما رو برد و ما نتونستیم بریم و فینال رو ما باختیم و ببینیم چه پکی بهمون میده که 2 پک به درد نخورن داد و بیناشون از این طرف. خیلی نمیتونی رو همراه بود. اگر از خوش اومد من لایک کنید، سابسکرایب کنید، اگر نظر داشتید تو قسمت کامنت ها بگید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.